سلام. امروز میخوام در مورد یکی از مهمترین مهارت‌های فروشنده با شما صحبت کنم. 90% مشکلات فروش از مشتری‌ها نیست، از خود فروشنده است. زمانی که شما خودآگاهی نداشته باشید، نمیتونید متوجه بشید که ترستون از کجاست و چرا تردید دارید، چرا حرف شما در برابر مشتری اثرگذار نیست یا چرا اعتماد به نفستون پایینه. زمانی که شما خودآگاهی داشته باشید و متوجه بشید که اشکال کار شما از کجاست، از فن بیان شماست، از ترس شماست، از تردید شماست، اون وقت بعد از پیدا کردن اشکال میتونید فروشت رو رشد بدید. پس همیشه در زمان فروش این سوال رو از خودت بپرس که من الان در کدام قسمت از نقطه فروش خودم قرار گرفتم. یادت باشه که اولین نقطه قوت یک فروشنده برای حرفه‌ای شدن خودآگاهی اون فروشنده است. اگر دوست داری که با مباحث فروش بیشتر آشنا بشی، کلمه شروع رو برای من کامنت کن.